سلام، من سامانم. از اون تیپ آدماییم که نصف شب با یک لیوان چای کمر باریک تکیه میزنن به پشتی کهنه حیات و قصه های نامرئی رو نخ به نخ وا میکنن. منم مثل شما عاشق داستان های ماوراییم، اما از بچگی یاد گرفتم بین راست و ریسمون یه نخ باریک حقیقت هست که اگه حواست نباشه گمش میکنی. این نخ باریک رو من از دایی رضا گرفتم. خدا بیامرزدش که اگه 100 بار دیگه به دنیا بیام بازم دلم میخواد یه بار دیگه بشینم روبروش و از لحن آهستش، از اون نگاه آروم خاکیش، از اون سرفه هایی که مثل اره روی هوا میکشید قصه بشنوم. ما اهل آبادیم، چسبیده به دامنه کمر بادگو. روستا کوچیکه، اما هیچ کس دلش برای شهر لک نمیزنه. بالای آبادی چشمه سر جاریه، چشمه‌ای که نیمه شبها صدای باریک و کشداری از دل سنگ‌ها بلند میشه. انگار آب داره زیر لب ذکر میگه. قدیمی‌ها میگن اگه نیمه شب با نیت پاک کنار چشمه بایستی، سر به اندازه یک نفس به روی تو باز میشه، نه بیشتر. شاید همین سر بود که توریست می آورد، حجره ها رو رونق میداد و باعث میشد کسی دل از روستا نکنه. دوستان عزیز، شما هم میتونید در صورت تمایل داستان‌های ترسناک خودتون رو برای ما ارسال کنید. دایی رضا جانباز جنگ بود. دست چپش تا کمی پایین تر از مچ رفته بود و از ریه هاشم نصف بیشتر نمونده بود. با همه اینها نه از بنیاد چیزی خواست و نه از هیچ نهاد دیگه‌ای. میگفت نونم از خاک، نفسم از خدا. همین جمله تو دل اهالی جا خوش کرده بود. هر کس گره تو کارش میافتاد راهش به خونه دایی رضا میافتاد. میگفتن نفس دایی رضا گرمه. دایی رضا در خونش همیشه باز بود. توی ایوون بلند آجرنما یه قالیچه کمرنگ افتاده بود و سماوری که از بس آب به جوش آورده بود تنش سوخته و تیره شده بود. یه طناب هم آویزون از تیر چوبی سقف بود که روش تسبیحا رو میخشکن. تسبیح‌های دردونه، سنگ‌های کهنه، بعضیاشون ترک خورده، بعضیاشونم بوی گلاب کهنه میداد. زنهای ده، مردای ده، نوجوانا، هر کی کلافی به دستش میافتاد میومد ایوون. یه بار برای مریض چشم، یه بار برای پسری که زبون بند شده بود، یه بار برای دختر که بختش گیر کرده بود. میومدن کنار ایوون مینشستن. دایی گوش میداد، آروم سر تکون میداد. دایی قرآن باز میکرد، زیر لب میخون. بعد روی تکه کاغذ سبز نخ نازکی رو با دقت گره میزد و میگفت حرفی نزن، این میره سر جای خودش. فرداش خبر میومد که گره یه جور عجیبی خودش شل شده. اگه لازم بود میگفت پنجشنبه سر غروب یه سوره یاسین، بعد این نخ رو 3 گره بزن. اگه لازم نبود میگفت هیچ نکن، گاهی باید بگذاری باد کار خودش رو بکنه. اینها همه روی اول سکه بود. روی دوم رو سالها هیچ کس ندید. شاید چون من سایه به سایه دایی بودم و دهن قرص بودنم رو با سالها ریزکاری و دویدن و ساکت موندن ثابت کرده بودم. آروم آروم فهمیدم
از پشت اون لبخند و سرفه چیزی هست. شبهایی بود که صدای قرآن خوندنش فرق میکرد. صدای قرآن از لابلای دندوناش ریز میگذشت. انگار کلمه ها از گلوش نمی اومد، از جای دیگه می اومد. اما شبی که همه چیز رو عوض کرد وقتی بود که ریه های دایی آتیش گرفته بود. هر نفس که می کشید انگار خار از سینه‌اش بالا و پایین می رفت. بارون نم نم می بارید. چراغ نفتی لرز می زد و سایه انار روی دیوار می دوید. یکهو گفت سامان وقتشه. صداش آهسته بود ولی محکم. من ناخودآگاه صاف نشستم. گفت تو همیشه میپرسیدی نفس گرم از کجاست، اما چیزی نگفتی که من بترسم. حالا باید بدونی. سرفش گرفت، طولانی، تیز، خشک. آب دادم، دستمال آوردم. دایی تکیه داد، چشماشو بست و آروم شروع کرد. توی جبهه که بودیم، توی عقبه خط، مردی بود که همه بهش میگفتن حاج صادق. پیر بود ولی پاهاش محکم. ریشش سفید یک دست، نگاهش نرم و عمیق. هیچ وقت اسلحه دست نگرفت. با ما می اومد تا نزدیک خط، کنار آمادگاه، کنار سنگر بهداری. یه قرآن کوچیک داشت با جلد چرمی سبز تیره و یه تسبیح کهنه که دونه هاش با هر لمس صدا نمیداد. سکوت میکرد. بچه ها به شوخی میگفتن حاجی با تفنگ دعا میجنگه. اما من از همون روزای اول فهمیدم دعای حاجی تفنگ سبک نیست. دایی مکث کرد. بارون که به ناودون میخورد صدایی مثل ضربه انگشت روی شیشه میداد. گفت یه بار شب سردی بود. باد از روی رمح‌ها میگذشت و صدای زوزش میومد داخل سنگر. خمپاره بوق زد، بعد انفجار، بعد سکوت. مجروح آوردم. یکیشون بچه خودمون بود. نفسش میرفت. دکتر نبود. حاج صادق نشست بالای سرش. قرآن رو باز کرد. سوره یاسین رو نه با صدای بلند، با صدای خیلی آهسته خوند که انگار از گلوش نمی اومد، از جای دیگه می اومد. بعد با انگشت اشارش روی سینه مجروح نوشت. نه حروفی که بشناسم، خطوطی که مثل چیا روی خاک می نشست. من کنار در سنگر بودم. دیدم هوا مثل موج گر گرفت. نه گرمای آتش، گرمایی که پوستو نمی سوزون، اما تا استخون می رفت. مجروح سرفه کرد و خون از گوشه لبش بیرون زد. بعد نفس عمیق کشید. چشمش رو باز کرد و آروم گفت آب. حاجی خندید. الحمدلله. همون شب مجروح زنده موند. بعد از اون
من دیگه چشمم رو از حاجی بر نداشتم. دایی گفت که از اون شب حاج صادق هر بار که می نشست گوشه سنگر او هم کنارش می نشست. حاجی حرفا رو با لفافه می زد. مثلا می گفت رضا، دولت نامرئی هم مثل دولت مرئی نظم داره. در هر کاروانسرا نگهبان ایستاده، اما نگهبان نور با نگهبان سایه فرق داره. یا میگفت کاری هست که اگه با زبون خودت بخوای نمیشه، باید زبون اونا رو قرض بگیری. و بعد میخندید. البته قرض گرفتن گرو گذاشتنم داره. رضا میگفت من فقط گوش میدادم. یه بار پرسیدم زبون اونا کجاست؟ گفت وقتی نفستو سرد کردی گرمیش میاد. من خندیدم. حاجی هم خندید. گفت میفهمی. یه روز خاص رو گفت که همه چیز رو در ذهن دایی جابجا کرد. ظهر بود. هوا خاکستری مات. از دور صدای شلیک می اومد، اما نزدیک سکوت بود. حاج صادق گفت رضا بلند شو، همراه من بیا. رفتیم تا لب دشتی که به اون بند نمک می گفتم، چون خاکش سفید و بلورین بود. حاجی ایستاد. گفت چشماتو ببند، حواست رو از صدای دور بگیر. دایی گفت بستم. حاجی گفت الان 3 بار نفس بکش، اما هر بار که نفس میکشی تصور کن هوا از پشت سرت وارد میشه و از پیشونیت خارج. خندیدم. حاجی شوخی میکنی؟ حاجی جدی شده بود. شوخی؟ با نفس شوخی نمی کنم. نفس کشیدم 3 بار. در بار 3 هوا شکل دیگه‌ای داشت، مثل هوایی که از روی آب میگذره، خنکی صاف عجیب. حاجی به آرومی به هم گفت چشماتو باز کن. چشم که باز کردم در دوردست 2 سایه باریک دیدم که روی سفیدی زمین میلغزن. سایه هایی که سایه نبودن، نور بودن، نه مثل آدم نه مثل دود، چیزی میون این دو. گفتم حاجی. حاجی لبخند زد. گفت نگاه نکن، دیدنشون مثل نگاه مستقیم به آفتابه، چشم رو میسوزونه، فقط بدون که هستند. از اون روز به بعد حاج صادق گاهی که امن بود و شلیک ها دور نشونه هایی میداد. اسماعیل میگفت که از ده خودمون بود و هیچ کس اونجا رو نمیشناخت. اطلاعاتی میداد که عجیب بود، مثلا اسم مادر بزرگمو، یا دعایی که در آبادیمون به شیوه خاص میخونن. یا از چشمه سر حرف میزد و میگفت آب اگر زبون داشت همین زبون بود. میفهمیدم حاجی اهل درس معمولی نیست، اما شیادم نیست، چون هرچی میگفت به کار گره گشایی میومد، نه به کار فرق فروختن. یه شب حاجی از موکل ها گفت، نگفت جن، نگفت فرشته، گفت موکل، یعنی مأمور رحمت بر کارهای روشن. هر خونه‌ای
اگر آرامش داشته باشه یه مأمور کوچیک از جنس نور داره که دور اون میگرده. بعضی مأمورا بزرگترن، به آدم سینه سوخته قرض داده میشن. ازش پرسیدم چطور قرضی؟ حاجی گفت مثل شمعی که از شمع دیگه روشن میشه، اون اولی کم نمیاره، این یکی روشن میشه. دایی آهسته گفت سامان اون شب رو بگم مو به تن سیخ میشه. لبم خوش شو. دایی ادامه داد حمله سنگینی بود. راننده آمبولانس رو زدن. فرمانده گفت رضا باید بری دنبالشون. رفتم. مجروحا عقب آمبولانس تنگ هم افتاده بودن. بوی خون و دود و گازوئیل قاطی شده بود. یکیشون تا صبح دوام نیاورد. اون یکی هم همونجا شهید شد. سومی پیرمردی بود ریزنقش، چشمای درشت. وقتی سرشو بلند کردم دیدم حاج صادقه. گلوله گوشه سینه‌شو شکافته بود. افتاد روی پام. با همون لبخند نرم گفت الحمدلله. گفتم حاجی حرف نزن. گفت وقت قرضه. قرآن کوچیکشو از جیب سینه‌اش در آورد. خون روی جلد سبز تیره لک انداخت. تصویر رو به دست من داد. دونا سر بودن، سرد عمیق. گفت رضا گوش بده. سرم آوردم نزدیک لب حاجی. بوی خون و گلابی که معلوم نبود از کجا اومده بود توی هوا پیچید. نه به زبون تو. قسم بخور که جز برای نجات و گره‌گشایی به کار نگیری. نه برای خودنمایی، نه برای کین. من زیر صدای خمپاره با گلوی لرزون قسم خوردم. حاجی لپه انگشت اشاره‌شو روی کف دست راست من کشید. سردی تیزی دوید توی رگام. به آسمون نگاه کرد. گفت شاهد باش. بعد آروم مثل کسی که خوابش میبره پلکاشو بست. همونجا تو تکون تند آمبولانس سعی سبک شد و از سنگینی تنش چیزی نموند جز وزن یک پتو. دایی ساکت شو. بارون یکم تندتر شده بود. من دستامو ناخودآگاه مشت کرده بودم. گفتم پس از همونجا؟ دایی گفت از همونجا فهمیدم قرض واقعا قرضه. چون همون شب وقتی آمبولانس از بین شیارها میگذشت صدایی رو شنیدم. نه از بیرون، از پشت سرم. صدایی که آروم میگفت چپ، راست، بایست. و هر بار دقیقاً جایی که میگفت اگه نمی ایستادم یا نمی پیچیدم خمپاره جلوی مسیح می نشست. صدایی رو شنیدم. نه از بیرون، از پشت سرم. صدایی که آروم میگفت چپ، راست، بایست. و هر بار دقیقاً جایی که میگفت اگه نمی ایستادم یا نمی پیچیدم خمپاره جلوی مسیح می نشست. به پست رسیدیم. بچه‌ها گفتن رضا چطور از میون اون بارون آتیش سالم برگشتی؟ لبخند زدم. چیزی نگفتم. چون هنوز می ترسیدم
اسم قرض رو به زبون بیارم. از اون به بعد حاج صادق در خوابهای دایی رفت آمد میکرد. این رو هم همون شب داییم برام گفت. میگفت گاه سحر در خواب در سنگری باز میشه، حاجی میاد میشینه همون لبخند، میگه این آیه رو اینطور بخون نه اونطوری، این نام رو با اون نام پیوند بزن و میره. نه زیادی نه کم، به اندازه یک نفس. یه بار دایی گفت شبی 2 سایه کنار من نشستن، نه پیر بودن نه جوان، پشت به من. بعد یکیشون گفت رضا این نخ رو بگی 3 گره 3 شب جمعه، هر بار بعد از یاسی. وقتی بیدار شدم نخ تو دستم بود، نخ نازکی که بوی گلاب میداد. از همون نخا که بعدا دیدی میدادم دست آدما. اون نخ از کجا اومد؟ از همون قرض. من گوش میدادم و احساس میکردم هوای اتاق کم شده، نه از تنگی، از حضور. نفس که میکشیدم انگار هوا از پشت سر وارد میشد و از پیشونی بیرون میرفت. دقیقاً همون جور که حاجی گفته بود. دایی آروم گفت سامان، مردم گفتن نفسش گرمه. من چیزی نگفتم، چون نفس من نبود، نفس قرض بود. من فقط در اتاق رو باز نگه داشته بودم. بعد از اون اعتراف زندگی همون بود و نبود. دایی دعا می نوشت، مردم می اومدن، چشمه سر نیمه شب زمزمه می کرد. بیماری اما پا پس نکشی، سرفه ها عمیق‌تر شو، راه رفتن براش کوتاه. هیچ وقت از قرض برای خودش خرج نکرد. هر بار فقط همون جمله را میگفت. قرض لقمه نذره، نذر رو صاحب نذر میخوره. هر روز حال دایی رضا بدتر میشد. سرفه ها مثل چاقو هوا رو میبرید و صداش از ته سینه بالا میومد. انگار خارهای ریز تو ریه‌اش جا خوش کرده بودن. صورتش رنگ میباخت اما لبخندش نه. هنوز همون آرامش همیشگی رو داشت. وقتی کسی برای مشکلش میومد دایی با همون نفس‌های کوتاه مینشست، دعا میخوند، بعد با دست‌های لرزون کاغذی مینوشت. چند بار بهش گفتم دایی به خودت هم رحم کن. لبخند میزد. سامان، امانت همیشه راهش رو خودش پیدا میکنه. آخرین روزها دیگه توان بیرون اومدن به ایوون رو هم نداشت. سماور خاموش گوشه اتاق مونده بود. تسبیح‌ها که همیشه از طناب آویزون بودن کم کم غبار گرفت. عصا چند نفر از همسایه‌ام سر می‌زدن. اون شب خاص من و 2 پسر عموم کنارش بودیم. چراغ نفتی روشن بود و بارون آروم پشت پنجره خط می‌کشید. دایی رضا روی متکا نیمخیز بود. هر دم که می‌کشی شونه‌هاش بالا و پایین میرفت و انگار تک سنگی روی سینه‌اش سنگینی میکرد. نگاهش
و لحظه‌ای روی من موند. عمقش عجیب بود. انگار در تاریکی اتاق چیزی بیش از من رو میبینه. لباش تکون خورد. کلماتی آروم گم شده در میون سرفه ها. همون لحظه شعله چراغ یک بار لرزید و ایستاد. بعد دوباره آروم گرفت. سرمای کوتاه از پشت گردنم پایین دوید. مثل نفسی که به گوشم خورده باشه. بعد نفسش کوتاه شد. کوتاهتر و کوتاهتر. و ناگهان ایستاد. هیچ صدا و تکونی نبود. فقط سکوتی که همه چیز رو پر کرد. یکی از پسر عموها بی اختیار زد زیر گریه. من فقط نشسته بودم و دست سردشو گرفته بودم. نمیدونم چرا، ولی احساس کردم هوا یکم سبکتر شده. انگار باری از اتاق برداشتند. دقایقی نگذشته بود که همسایه ها سر رسیدن. انگار خودشون فهمیده بودن. زنها آهسته گریه می کردن. مردها آروم ذکر می گفتن. کسی قرآن آورد. یه نفر آب پاشید. یه نفر چراغ دیگی روشن کرد. اتاق پر از آدم شد. اما اون سنگینی اول مرگ دیگه نبود. به جاش آرامشی بود که با هیچ کلمه‌ای نمیشه توضیح داد. فرداش همه آبادی اومده بودن. تشییع جنازه ساده بود اما با شکوه. تابوت روی دستا آروم از کوچه ها گذشت. کسی بلند گریه نمی کرد اما اشک‌ها بی صدا جاری بود. وقتی به قبرستون رسیدیم بارون دوباره گرفت. ریز آروم. انگار آسمون هم دلش گرفته بود. لحظه گذاشته شد. همه یک صدا لا اله الا الله گفتن. بعد سکوتی اومد که فقط صدای شرشر آب به چشمه سر از دور میشکستش. من کنار قبر ایستاده بودم. خاک خیس زیر پا فرو میرفت و بوی گلاب و خاک بارون خورده در هوا پیچیده بود. در همون لحظه نسیمی کوتاه از کنار گوشم گذشت. نه سرد نه گرم، چیزی میون این دو. ناخودآگاه لرزیدم. بعد صدایی از درون نه از بیرون در ذهنم زمزمه کرد. آروم باش. برگشتم اما هیچ کس پشت سرم نبود. بعد صدایی از درون نه از بیرون در ذهنم زمزمه کرد. آروم باش. برگشتم اما هیچ کس پشت سر من نبود. همون لحظه فهمیدم مردم چرا میگفتن نفسش گرمه. چون نفس او تنها نمونده بود. شب اول رسم ده ما این بود که چند نفر از فامیل و دوستای نزدیک کنار قبر میموندند. میگفتن قرآن بخونی، چراغ روشن کنی، صدا باشه تا میت تنها نمونه. اون شب من، پسر عموها و 2-3 نفر از همسایه ها کنار قبر دایی رضا نشستیم. بارون که بند اومده بود، زمین بوی نم گرفته بود. شمع‌هایی رو روی خاک تازه روشن کرده بودیم. باد ملایمی شعله ها رو خم می‌کرد. هر کس گوشه‌ای نشسته بود. یکی یاسین میخوند،
یکی حمد و توحید. من درست کنار لحد نشسته بودم. خاک هنوز گرم بود و بخار کمرنگی از رطوبت بلند می شد. دلم آروم نمی گرفت. هرچی سعی می کردم تمرکز کنم، چشمم هی روی شعله های شمع می موند. یک باره متوجه شدم یکی از شمع‌ها حتی وقتی باد محکم‌تر شد اصلا نلرزید. همونطور صاف و بی حرکت سوخت. گلوی من خشک شد. به اطراف نگاه کردم. هیچ کس دقت نکرده بود. کمی بعد وقتی هم می‌خوندیم ناگهان صدای ورق خوردن چیزی از داخل لحد به گوشم رسید، مثل صدای آروم کاغذ یا برگ. پسر عمو سرشو بلند کرد. پرسید شنیدی؟ گفتم باد بود، اما میدونستم باد نبود. چند ساعت گذشت. یکی از همسایه‌ها گفت من برمیگردم، صبح دوباره میام. کم کم جمع کوچیک‌تر شد. نیمه شب فقط من و پسر عمو موندیم. اون خسته بود و پشت دیوار قبرستون دراز کشید. من تنها موندم کنار شمع‌ها. سکوت قبرستون سنگین بود. جز صدای جیرجیرک و گاهی واق سگ‌های دور چیزی نمی اومد. اما درست وقتی سوره ملک می خوندم احساس کردم کسی پشت سرم ایستاده. سر بر نگردوندم. جرئت نکردم. تنها هوایی سرد از پشت گردنم گذشت. کلمات روی زبونم سنگین شد، اما ادامه دادم. بعد از گوشه چشم دیدم سایه کوتاه روی خاک افتاد. سایه‌ای که از هیچ کس نبود. همون لحظه نسیمی اومد که نه شمع رو خاموش کرد نه شعله رو لرزون. برعکس شمع‌ها انگار پرنورتر شدن. دلم لرزید. در ذهنم بی هیچ صدا جمله‌ای گذشت: اون تنها نیست. تا صبح همون حس با من بود. هیچ اتفاقی واضح نیفتاد، اما انگار کسی یا چیزی کنار قبر ایستاده بود و پاس میداد. وقتی از اون صبح از ده بلند شد حس کردم باری از دوشم برداشته شد. شمع‌ها تموم شده بودن، اما خاک قبر دایی رضا هنوز بوی گلاب میداد. از اون شب به بعد هر بار که از کنار قبر میگذشتم آرامش عجیبی در دل می نشست. مثل وقتی که دایی رضا زنده بود و با لبخند می گفت بگذار باد کار خودشو بکنه.